3 روز پیش یه خوابی دیدم، خیلی عجیب بود. خواب دیدم که دارم میرم سر کار و بعد از اینکه در دفتر رو باز کردم وارد یک خونه شدم. با دقت که نگاه کردم متوجه شدم این خونه متعلق به یکی از دوستای قدیمیه که متاسفانه به تازگی از دستشون دادم و خب این حادثه خیلی حادثه تلخی بود. خلاصه وقتی که وارد خونه شدم خیلی حال بدی داشتم، چون تمام خاطرات، تمام کارهایی که کردیم برام زنده شده بود و خب مجبور بودم اونجا باشم، در صورتی که فکر میکردم دارم میرم سر کار. یک دفعه یکی از همکارامو دیدم و بهش گفتم با عصبانیت زیاد: ما چرا اینجاییم؟ دفتر کو؟ کلاسا کو؟ بقیه کجان؟ همکارم بهم گفت آره میدونم. یه جوری گفت آره میدونم انگار که میدونست که من قراره با اینجا بودن اذیت بشم و ادامه داد چاره‌ای نداریم، مجبور بودیم. وسط همین بحثا و عصبانیت‌ها و ناراحتی‌ها از خواب بیدار شدم و خب آدمی هستم که اصلاً اعتقاد ندارم به اینکه خواب مهمه. خواب میتونه الهام بخش باشه، میتونه در مورد آینده صحبت بکنه، میتونه دردی رو از گذشته تسکین بده. نه واقعا هیچی. ولی وقتی 3 شب پشت سر هم این خواب رو دیدم با خودم گفتم حتما قسمتی از من میخواد چیزی رو به من بگه و خب قلقلکم اومد که بفهمم ماجرا از چه قراره. نیما پارسام و خیلی خوش اومدید به نیپا پادکست. اینجا اپیزود 7، خواب جاده سلطنتی به سمت ناخودآگاه. برو. خب بیایم امروز یکم جدی‌تر به خوابامون نگاه کنیم. همون چیزایی که نصف شب میریم توش، صبح که بیدار میشیم یا هیچی یادمون نمیاد، یا اگه یادمونم بیاد تو ذهنمون هی میگذره که عجب خوابی بود، چی میخواست به من بگه. اینجاست که پای یه آدم معروف باز میشه، آقای فروید، روانشناس معروف اتریشی، که یک جمله تاریخی داره که خیلیامون شنیدیمش ولی شاید عمقش رو اونقدر که باید و شاید درک نکردیم. خواب جاده سلطنتی به سمت ناخودآگاهمون. یکم دقیق تر بشیم. فروید معتقد بود که ذهن ما فقط همین قسمت منطقی و آگاهش نیست. یه دنیای زیرزمینی داریم به اسم ناخودآگاه که پر از فکرها، خاطره‌ها، آرزوها، ترس‌ها و حتی خشم‌هایی که ما یادمونم نمیاد یا انکارشون کردیم یا خودمون سانسورشون کردیم چون توی دنیای بیداری نمیتونستیم قبولشون کنیم. خب تمام این چیزا غیب که نمیشن، فقط قایم میشن و یکی از جاهایی که خودشون رو نشون میدن همین خوابه. یعنی موقعی که دیگه مغز منطقیمون خاموش شده و دروازه ناخودآگاه باز شده. فروید میگفت خواب یه جور پیام رمزی از دل ناخودآگاهه، اما چون ذهنمون نمیخواد اون چیزای واقعی و خام و شاید دردناک رو ببینه، میاد نمادسازی میکنه. یعنی یه احساس واقعی رو با یه داستان عجیب میپوشونه. یه مثال خدمتتون عرض بکنم. فرض کنیم توی خوابمون هی داریم سعی میکنیم وارد یک اتاق بشیم، در قفل شده و هر کاری میکنیم باز نمیشه. بالاخره با کلی زور و زحمت در رو باز میکنیم، ولی به جای اینکه وارد یک مکان آشنایی بشیم یهو وارد یک کلاس میشیم، یک کلاس قدیمی که معلمی اونجاست که همیشه ازش میترسیدیم. همه نشستن منتظر تو بودن و تو الان احساس گناه داری. به ظاهر یه خواب خیلی عجیبه، ولی از دید فروید این شاید یه حس بازخواست شدن از طرف درون خودته. شاید یه تصمیم گرفتی یا یه کاری کردی که ازش مطمئن نبودی. اون معلمی که توی خواب میاد میتونه نماد کسی باشه که تو ناخودآگاهت نماینده قضاوت و سختگیریه، مثل پدر، مادر یا حتی بخش سختگیر خودت. اون در قفل هم میتونه نماد همون مقاومتی باشه که داری برای مواجه شدن با خودت. یعنی خواب نمیگه برو مدرسه، بلکه میگه وقتشه یه چیزی رو درونت ببینی، حتی اگه سخته. یه مثال دیگه خدمتتون عرض کنم. فرض کنیم داریم خواب میبینیم که هی داریم چمدون میبندیم و هر بار که میخوایم بریم و سوار قطار بشیم، سوار هواپیما بشیم، حالا هر چیزی، یا راه بسته میشه یا از قطار جا میمونیم یا از هواپیما جا میمونیم و نمیریم. این خواب ممکنه نشون بده که ما توی بیداریمون دنبال تغییریم، دنبال مهاجرتیم، دنبال جدا شدنیم، ولی یه چیزی توی ناخودآگاهمون هست که نمیذاره این اتفاق
بیفته. شاید ترس باشه، شاید وابستگی باشه، نمیدونم. فروید میگفت اون قطاری که ازش جا میمونیم یه پیام از ناخودآگاهمونه که میگه هنوز آماده نیستی، هنوز یه چیزی هست که حل نشده. تمام اینا یعنی چی؟ یعنی خوابامون فقط تصویرای اتفاقی نیستن، یه جور زبان تخصصی ذهن ناخودآگاهمونن، به زبان نمادین، پیچیده ولی با معنی. به دیدگاه فروید بیشتر بپردازیم. اعتقاد داشت خواب یه داستان دولایی است. لایه اولش همون چیزیه که میبینی، داستان، آدمها، مکانها، و لایه دومش اون چیزی که پشت این داستانها قایم شده، همون پیام واقعی که ذهن ناخودآگاهت سعی داره بهت بفرسته. خلاصه که تحلیل خواب برای فروید یه جور رمزگشایی بود، یه راه برای این که بفهمه واقعا درونش چی میگذره. و اگه خوب دقت کنیم خوابها میتونن به ما بگن که داریم از چی فرار میکنیم، دنبال چی هستیم و یا حتی چه چیزهایی رو باید ببینیم ولی داریم انکارشون میکنیم. حالا که گفتیم خوابها چه رابطه‌ای با ناخودآگاه دارن، بیایم بیشتر به پیام‌هایی که ممکنه اینها بخوان انتقال بدن بپردازیم. چون همه خوابها قاعدتاً یکسان نیستن و فروید هم میگفت که خوابها میتونن انواع مختلفی داشته باشن که هر کدوم معنی و مفهوم خاصی رو انتقال بده. بیایم 4 دسته کلی از خوابها رو با همدیگه بررسی کنیم و یادمونم باشه توی خوابها هیچ چیزی تصادفی نیست، همه چیز نشونه ای از درون ماست. دسته اول، خوابهای اضطرابی. این دسته خوابها معمولاً وقتی اتفاق میافتن که ما توی زندگی واقعی با استرس یا فشار زیادی روبرو هستیم. مثلا ممکنه خواب ببینیم که در امتحان گیر افتادیم یا دیر رسیدیم یا نرسیدیم. خلاصه که این خوابها خیلی وقتا نشون دهنده نگرانی ها یا استرس های درونی ما هستن. مثلا اگه توی خواب دیدیم که داریم فرار میکنیم و کسی دنبالمونه، این میتونه نماد فرار از یک مسئولیت یا احساس ناتوانی باشه. شاید در بیداریم داریم سعی میکنیم از یه مسئله و یه تصمیم دشوار فرار کنیم. دسته دوم، خوابهای مربوط به گذشته. این دسته خوابها بیشتر به وقتی برمیگردن که هنوز ذهنمون با گذشته درگیره. شاید یه خاطره قدیمی، یه رابطه‌ای تموم شده یا یه موقعیت ناراحت کننده هنوز توی ناخودآگاهمون باقی مونده. مثلا اگر خواب ببینیم که به دوران کودکیمون برگشتیم و با دوستامون در حال بازی هستیم. این خوابها میتونن نشون دهنده دلتنگی برای زمانهایی که همه چی ساده‌تر و بی‌دغدغه‌تر بود باشه. یا مثلا خواب میبینیم که توی یک مهمونی قدیمی با یک شخص قدیمی که مدت هاست ندیدیمش روبرو میشیم و این ممکنه نشون دهنده اون رابطه قدیمی باشه که هنوز توی ذهن ما وجود داره و باید بهش رسیدگی کنیم. دسته سوم، خوابهای آینده نگر و آرزوها. این دسته خوابها معمولاً وقتی رخ میدن که در ذهن شما آرزوها، اهداف یا خواسته های آینده وجود داره. ممکنه توی خواب ببینیم که به یک شغل جدید، رابطه موفق یا حتی به مقصدی که همیشه میخواستیم رسیدیم. این خوابها خیلی وقتا نشون دهنده انگیزه ها و امیدهای ما برای آینده هستند. مثلا اگر خواب ببینیم که روی یک صحنه بزرگ در حال سخنرانی هستیم و همه دارن با توجه به ما گوش میدن، این خواب ممکنه نشون دهنده آرزوی موفقیت ما و پذیرش در اجتماع باشه. دسته چهارم، خوابهای نمادین. این دسته خوابها پر از نمادهایی هستن که معنی اونها فقط با تفسیر درست مشخص میشه. مثلا ممکنه خواب ببینیم که در حال شنا کردن توی یک دریاچه‌ای هستیم که خیلی آروم و تمیزه. این میتونه نماد آرامش درونی ما باشه. اما اگر همون خواب رو در حالی ببینیم که دریاچه پر از گل و لجن شده و داریم تلاش میکنیم که با شنا کردن خودمون رو از اون مخمسه نجات بدیم، این میتونه نشون دهنده احساسات ناخوشایند و پریشونی درونی ما باشه. این دست خوابها خیلی وقتا پیام‌های پیچیده‌تری دارن که به راحتی با دیدن خود خواب نمیشه فهمیدشون. باید خیلی بیشتر دقت کنیم،
احساسات و اتفاقایی که پیش از خواب هم افتاده رو در نظر بگیریم، چون نمادها همیشه مثل یک پازل از بخش‌های مختلف زندگیمون درست میشن و یک مفهوم کلی رو سعی میکنن برسونن. در نهایت هر خوابی که میبینیم یک پیام از درون ماست. خوابها نه تنها از اتفاقایی که توی زندگیمون رخ میدن خبر میدن، بلکه ممکنه نشونه‌هایی از چیزایی باشن که توی ناخودآگاهمون پنهان شدن. حالا با تمام این تفاسیر چند تا سوال بزرگ پیش میاد. آیا درسته که ما به خوابهامون انقدر اهمیت بدیم؟ آیا اینکه بخوایم خوابها رو انقدر جدی بگیریم و فکر کنیم که واقعا پیامی از ناخودآگاه ماست یک توهم نیست؟ خب شاید برای خیلی‌ها، مخصوصا توی دنیای امروز که همه چیز خیلی سریع و پر استرس جلو میره، این سوال پیش بیاد که آیا هنوز هم خوابها میتونن انقدر مهم باشن یا نه؟ حقیقتش اینه که درسته که جوامع امروز خیلی با سرعت زندگی میکنن و نسل زی بیشتر با گوشیاشون، شبکه‌های اجتماعی و دنیای دیجیتال در ارتباط هست. اما همین دنیای پر از شتاب و فشار بیشتر از هر زمان دیگه ما رو از درون خالی میکنه و میتونه باعث بشه که خیلی چیزها از دید ما مخفی بمونن. همونطور که فروید گفت، خوابها راهی برای ارتباط با ناخودآگاهمون هستن و پیام‌هایی که از اونها میگیریم میتونن درک عمیق‌تری از خودمون به ما بدن. شاید توی دنیای امروزی وقتی با همه این شلوغی‌ها، استرس‌ها و دغدغه‌های روزمره مواجهیم، تنها وقتی که میتونیم از ناخودآگاه خودمون خبر داشته باشیم همون موقعی هست که داریم رویا میبینیم. از طرف دیگه توی جامعه‌ای که دائم در حال رقابت و تغییرات سریع هستیم، خیلی‌ها احساس میکنن که خواب فقط یه فرآیند فیزیکیه که باید سریع ازش رد بشیم و هیچ پیامی پشتش نیست. خیلیامون فقط در حال کلنجار رفتن برای رسیدن به موفقیت هستیم و یا حتی از اون بدتر در حال کلنجار رفتن برای بقا، و این نوع دیدگاه ما رو کاملا از خودشناسی دور میکنه. حالا وسط این ولوشو که همه چی با سرعت نور داره میگذره، توجه کردن به خودمون و احساساتمون سخت شده. این وسط خوابامون میتونن کمکمون بکنن ما به احساسات و اضطراب‌های درونیمون بیشتر بپردازیم و یا شاید نیاز اصلیمون رو از توشون بکشیم بیرون و در راستای چیزی که میخوایم تلاش بکنیم. در نهایت فکر میکنم که بشه به خوابها بها داد. نه به این معنی که بخوایم هر شب درگیر تفسیر خوابامون بشیم، نه واقعا اون شکلی، ولی وقتی یک خوابی رو میبینیم و احساس قوی داریم که این خواب داره یک پیامی رو از درون به ما منتقل میکنه، باید گوش بدیم و بهش توجه بکنیم. در واقع این روند میتونه یک ابزار مفید باشه برای درک خودمون و شاید نگرانی هایی که داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و اصلا روحمون هم ازش خبر نداره. خیلی ممنونم که ما رو شنیدین. جا داره از تیم نیپا تشکر بکنم بابت تمام زحماتشون برای ساختن و انتشار این اپیزود. باعث افتخار خواهد بود اگر ما رو در فضاهای مجازی دنبال بکنید و میتونید تمام اپیزودها رو در وبسایت خودمون به نشانی nipa.academy nipa.academy پیدا بکنید و بشنوید و بزرگترین کمک به ما به اشتراک گذاشتن این اپیزودها با دوستان و آشنایان هست. باز هم ممنونتونیم و من هم خودم به شخصه یک عذرخواهی بدهکارم بابت صدایی که شنیدید از من. عذرخواهی میکنم، یک مقداری سرما خوردم، ولی امیدوارم که مشکل آنچنانی در روند کیفیت پادکست به وجود نیاورده باشه. و در آخر خیلی مواظب خودتون باشید توی این روزگار عجیب و غریب. تا اپیزود بعد، خیلی مخلصیم. برو.